بعد حادثه پرسر و صدای ربودن و قتل معاون اول رئیس اوریون بانک شورت اسمت‌اللهیف جریمه برای استفاده رقم‌های بیگانه 3 مرتبه بالا برده. برای استفاده رقم‌های قلبکی حجم جریمه را 5 مرتبه بالا برده. برای چنین عمل حکم زندان نیز جاری کردند. خبرگزاری روسی تاس روز 29 نوامبر سال 2023 خبر داد که متن تغییرات وارد شده به کودکس جنایتی و کودکس حقوق ویرانکنی‌های مأموری تاجیکستان در پایگاه رسمی معلومات حقوقی وزارت عدلیه تاجیکستان نشر شده است. از جمله بر اساس تغییرات جدید به ماده 313 کودکس حقوق ویرانکنی‌های مأموری تاجیکستان اکنون برای استفاده از رقم‌های بیگانه یا به نفر دیگر دادن رقم ماشین جریمه به مبلغ از 30 تا 50 نشان دهنده برای صبح‌ها با محروم کردن از حق رانندگی به مهلت تا 1 سال پیش بینی شده است. تا پایان سال جاری این جریمه ها از 2040 تا 3400 سومونی یعنی از نزدیک $200 تا بیش از $300 را تشکیل خواهند داد. تا حال جریمه برای استفاده رقم‌های بیگانه از 680 تا 1200 سومونی یعنی از تقریبا $60 تا نزدیک $100 را تشکیل میداد و مهلت محروم کردن از حق رانندگی تا 6 ماه بود. اکنون استفاده رقم‌های قلبکی را از این ماده کودکس حقوق ویرانکنی مأموری تاجیکستان برآورده به ماده 212 علاوه یکم کودکس جنایتی امر کردند. این بند قانون برای ساختن، نگاه داشتن، استفاده و یا به کسی دیگر دادن رقم‌های قلبکی واسطه نقلیات همچون جزا و جریمه به مبلغ از 500 تا 1000 نشان دهنده یعنی از 34000 تا 680000 یا حدوداً از 3 تا $6000 و یا تا 2 سال حکم زندان پیش بینی شده است. گفتنی است که از 1 ژانویه سال 2024 حجم جریمه ها نیز بالاتر می روند چون که حجم نشان دهنده برای صبح‌ها 5.88% افزوده از 68 سومونی به 72 سومونی رسانیده می شود. در ماده 212 علاوه یک همچنین جوابگری جنایتی برای استفاده رقم‌های قلبکی هنگام صادر کردن یگان جنایت و یا برای پوشاندن آن نیز همراه کرده شده است. برای چنین عمل می توان از این به بعد از 3 تا 5 سال حکم زندان بدهند. طلب شدیدتر کردن جزا برای استفاده رقم‌های بیگانه و قلبکی را ماه ایول سال 2023 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در پی در ماه ایول سال جاری ربودن و کشته شدن معاون اول رئیس اوریون بانک شورت اسمت‌اللهیف در میان گذاشت. امامعلی رحمان آن وقت سردار ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی و معاونانش را برکنار کرده طلب کرد تا تمام کارمندان بدهه از اتستاسیون گذرانیده شوند. در پی آن تنقیدهای پرزیدنت مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که برای تهیه تغییرات به قانونگذاری به خاطر سخت‌تر کردن جزا برای استفاده رقم‌های قلبکی و بیگانه یک گروه کاری تشکیل شده است.